تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی، حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ اتمی خواجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار 31. یوسف علی خان 2 هفته قبل از نوروز به 4 سوی شغنان چاپار فرستاده پیران مذهب را به تجلیل عید در بحر پنجه دعوت کرد. اگر در نوروز رأیشان را برای وکالت سید فرخ شاه در امور دین و مذهب طلب کنم، البته به خاطر نشکستن عنعنه‌ای که دارند هیچ کدامشان نه نمیگویند. مالکان طریقت که به هر بهانه ناچیز خود را از سیاست و دولتداری کنار می گرفتند، این بار سبب خیلی جدی پیش آوردند که شاه آن را به نظر نگرفته بود. نوروز به 5 روزه آخر عید عاشورا راست می آمد. آن برای شیعیان تمام مسالک و مذاهب ایام ماتم و سوگواری بود. 10 ماه محرم نبیره پیغمبر اسلام حضرت محمد و پسر علی مرتضی حضرت حسین در دشت کربلا از سوی یزید و جنگاوران بیشمار او به شهادت رسید. عصرها گذشتند، اما پیروان امامت اهل بیت رسول این روز خونبار را هیچ فراموش کرده نمی توانستند. طبع شاه خیره گشت. برای مشورت و چاره‌جویی سید فرخ شاه را به دربار دعوت کرد. سید هم تمام کارش را یک سو گذاشته لباس معرکه پوشید و پس از 2 ساعت همراه فرستاده به خدمت شاه رسید. وضعیت برای کسی پوشیده نیست. شاه اظهار مدعایش را چنین سر کرد: جهاندار شاه وعده داد که تا نوروز با لشکر گران برگشته فیض آباد را می گیرد. اگر نآید ما باید به جنگ آماده باشیم. هر آینه محمود شاه بیترمالی شغنان و وخان را آرام نمی گذارد. در چنین حال شاه باید فرمانروای مطلق باشد. اما دلم از پیران و خلیفه ها پر نیست. کی می داند در وقت ضروری اینها به خلق چگونه راه نشان می دهند. من و تو عهد کرده بودیم که در نوروز پیران را فرا خوانده برای وکالتت از آنها رأیشان را بگیریم. سال گذشته فرصت نشد. این سال به هر کدامی که آدم فرستادم جواب گرفتم که عاشوراست و ماتم را ویران کردن نمی توانند، اما مصلحت کردن در کار برای کشادن معما دخالت تو را خواستم. سید فرخ شاه سخنهای شاه را تأمل کرد و چنین پاسخ داد: عدالت پناها، تشویش و تهلکه تو درست است و برجا، اما پیران درست میگویند. کسی حد ندارد در ماتم مسلمانان سور و خوشی برپا نماید. خلق 10 روز برای شهیدان دشت کربلا اندوه میگسارد و عزا می‌دارد. آخر خودت چنین اندیشه به سر من انداختی. ناراضیانه نجوا زد شاه. گفتی که خادمان مذهب را در نوروز جمع آریم بهتر. من هم آن وقت فکر نکرده بودم که نوروز به روزهای شده راست می آید. عذرخواهانه گفت پیر. بعداً چون دیدم که سال گذشته این قضیه را پیش نآوردی، من هم فارغ بال شدم. پس چی باید کرد؟ باکی نیست بعد عاشورا گذران. تا حساب از دل نبراید آفتاب در قلمرو نوروز است. جواب داد فرخ شاه و چون دید که شاه منتظر شرح است افزود: 3 روز اول ماه حمل که آغاز عید نوروز است حساب در پرده دل است.
بعد 9 روز در بند دیل می ایستد، می شود 12 روز. پس از آن 3 روز دیگر در خود دیل قرار می گیرد، می شود 15 روز. همین 15 روزی که آفتاب در اقسام دیل سیر می کند، قلمرو نوروز به شمار می رود. کدام روز خواهی انتخاب کن. یوسف علی خان ریشش را قبضه کنان دم اندیشید و خلاصه کرد. این طور باشد روز 15 بهتر. هم هوا گرمتر می شود، هم شخصان رهدور بهانه پیش آوردن نمی توانند. التماس خودت هم به آنها پیغام فرست، گپ تو را به زمین نمی مانند. بجان آنهایی را که به سلام من می آیند وظیفه دار می کنم، اما به غیر روشان. چی در روشان گپت نمی گذرد؟ حیران شد شاه. در آنجا یگان مرید ندارم، وگرنه گپم البته می گذشت. تو در روشان مرید نداری؟ شاه به گوشش باور نکرده به مهمان نزدیکتر آمد. برای چی؟ برای آنکه ندارم. تبسم کنان پاسخ داد سید فرخشاه. نهایت دلیل قاطع. شاه هم شکرخندی زد. دشواری نیست، در آنجا منظرشاه را همه گوش میکنند. من هم تعریفش را بسیار شنیدم. انسانی معتبری بوده است. منظرشاه برادرم است. این خیل بهادر را خدا خودش به من نصیب گردانده است. شهر روشان با درفش کاکلزری به جنگ بدخشی ها برآمده است. سید فرخشاه از این خبر ناهنجار گشت. با لوای مجوسان به این راه نده که دنیا با پستنه اش به حال ما میخندد. برای من غلبه بر دشمن مهم است سید، نه کفش و درفش. شاه زیر این درفش باخت ما پیشکی معین است، زینهارت میدهم. برای چی؟ در آواز شاه آهنگی خوف پیدا گشت. برای اون که اگر بیراق کافران را بر سر ما ببینند، بدخشی ها خود را غازی احساس میکنند، یعنی کشتن شغنی ها برایشان به جهاد با اهل کفر تبدیل می‌یابد. آنگاه زهره و جسارتشان چند مراتبه زیاد می‌گردد و مردن در راه دین تاقباز گشتن در بهشت. از این سخن لحظه چند نفس شاه یخ بست. وی این طرف مسئله را تماما فکر نکرده بود. اگر سید فرخشاه نمی گفت، شاید کاکلزری را در وقت جنگ بر مناره قلعه هم برمی افراخت. یک نوع احساس مغلوبیت در نزد پیر به دل یوسف علی خان راه یافت. وی دقیقه این احساس را تأمل و تحمل کرد و پس زیر دندان نجوا زد. هزار رحمت برای این مصلحت. لیکن منظرشاه به این چی می گفته باشد؟ منظرشاه هم مرد مسلمان است، نخود همین گپ عادی را قبول نکند؟ در جمع آمد با او هر دویمون گپ میزنیم، لیکن احتیاط باید کرد که گاهی بسیار تند می رود. در پیش جنگ است و منظرشاه باید در صف اول باشد. سید فرخشاه به نزد تخت آمده به درفش روی دیوار ذهن ماند و گفت: این گونه چیزها بازیچه‌اند. تنها اسلام پایدار و جاودانی است. من درفشی وعده کردم را آن روز البته می آرم. اگر آن در این جنگ ما را پیروز گرداند، هی هی و وا. سید فرخشاه چشم از درفش کند و به شاه رو آورد. جنگ؟ مگر راه دیگر نداریم که حتما باید جنگ بکنیم؟ یوسف علی خان به گوشهایش باور نکرد که چنین سخنان از دهان سید فرخشاه برآمدند. لحظه بدون افاده معنای بر روی همصحبتش نگاه کرد و سپس کتفان در هم کشیده گفت: پس من تو را به کدام مقصد دعوت کردم؟ امر جهاندار شاه است که محمود را به شغنان راه ندهم، یا این گپ را بار اول میشنوی؟ بار چندم میشنوم، اما فکر من این است که تا آمدن جهاندار شاه دست به جنگ نزنیم بهتر. وعده اش را وفا کند و لشکر گرفته بیاید، آنگاه سلاح گرفتن معنی دارد. نبیاید چی؟ شاه آهنگ غضبش را پنهان کرده نتوانست. پشت من و تبر قصاب گفته بشینیم که بیاید و یک یک ما را به شحال جای پرتاید. نبیاید باز بهتر. آرامانه پاسخ داد پیر: با محمود شاه زبان یافتن آسانتر میگردد. چی خیلی زبان یافتن؟ مگر من حق دارم که از فرمان جهاندار شاه سر بپیچم؟ گر از آشتی شادی آید به جنگ، خردمند هرگز نکوشد به جنگ.
از خبرهایی که به من رسیدند معلوم شد که محمود شاه منتظری به سلامش رسیدن شاهان ملکهای گرد و اطراف است. به دولتی که اعترافش میکند غرض نمیگیرد. شاه برا شد: تقصیر، خدا شاهد که از تو این گونه کمدلی را چشم نداشتم. رای تو این است که من بروی جهاندار شاهی که این قدر سال مرا پرورش داد و دخترش همسر من است پای گذارم و در این لحظه سخت دم دشمنش را، آن منحوس بی‌ترمالی را بگیرم که تختش را کشیده گرفت. نباشد این قدر سال به چه خاطر لشکر مشق دادم و پول و سلاح جمع آوردم؟ برای آنکه در نزد دشمن خود و دشمن دوستم به زانو بیفتم. سخنان تندشاه آرامی سید فرخشاه را ذره به هم نزدند. وی تیغ نگاه همصحبتش را با سکوت اسرارآمیز رد نمود و گفت: شاه، عرض کنم شغنان اینقدر رعیتی ندارد که به هر بهانه سرش را به کشتن دهیم. برای ما مهم باید آسودگی فقرا باشد، نه غرور و میدان طلبی که یک سلام و 5-6 خروار هدیه آن را جبران کرده می توانند. به هر باده مجنب از جای چون بید، به تمکین باش همچون ماه و خورشید. اندیشه کن یک سلام به مراسا بهتر یا جنگ خونینه که به پیروزی آن هم نه باور هست و نه امید. یوسف علی خان چون هیزم تر درگیرید: من یوسف علی خانه که اولادم پشت به پشت همه شاه گذشته است، به سلام کدام یک محموده که به ذات و صفات بروم؟ من برای همین تو را دعوت کردم که در بسیج لشکر مددم رسانی، الا بالله نه برای آن که مرا از رایم گردانی. سید فرخشاه تمکین را از دست نداد، اما صدایش این بار بلندتر برآمد: تو فکر مرا خواستی، من بیان کردم. رای از همه آسان عاقلانه همین است که برایت گفتم. آن طرف اختیار به خودت. من به پیران دیگر فکرم را نمی گویم، مانع خلق هم نمی شوم. در جمع آمد نیز در این باره سخن نمی کنم. به هر قراری که بیایید من هم به دستور آن کار می گیرم. از این سخنان دل شاه کمی روشن گشت. تقصیر، من و تو اکنون اهل یک خانواده ایم. به آهنگ عذرخواهی نجوا زد او: خودت بهتر می دانی مردم اگر در بینمان راغ حس کنند به دراندوزانی های دست زنند که سیاست من و تو در نزدشان بازیچه دست کودک را ماند. اینقدر غم مردم را هم نخور، پیتش را یابند، ریشمان را قاق می تراشند. اینها را به ضرب علی نترسانی و مهر علی چون رودپا تا جانت نبراید به گردنت سوار شدن می گردند. و تا فاصله پا به پا رسیدن به سید فرخشاه نزدیک آمد و هرچی پستر گفت: اگر جهاندار شاه نآمد باز بهتر. آیا این بهترین فرصت برای گرفتن بدخشان و حاکم گشتن بر تمام این ولایت نیست؟ سید فرخشاه از حیرت گریبانش را در مشت فشرد و ندا برآورد: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. شاه، خدا ناکرده به کار دست نزنیم که روی ما را در هر دو جهان بون دیگ بگرداند. اما یوسف علی خان هیچ پا به زمین گذاشتن نمیخواست. زنگوله به آرنجمان تخت آویزان را گرفت و به شدت نواخت. دقیقه پس مبارک دیوان بیگی شتابان در آمد و سلام داد و به تواضع ایستاد: مبارک، اگر به من گپ مهم نداشته باشی به حضرت سید خزینه و انبار سلاح را نشان ده. دارم اگر اجازت باشد. بگو. دو نوکری که به خوف فرستاده بودیم دادخواهی آمدند. دادخواهی؟ یگان حادثه رخ داد؟ بی‌ضابطه شد شاه. بله شاهم، خودشان گویم بهتر. بیارشان. مبارک جانب سید فرخشاه چشم دوخت و ایستاد. هیچ گپ نه. معنای سکوت دیوان بیگی را در کرد شاه. از حضرت گپ پنهان نداریم. مبارک پس از فرصت همراه خنجرطلا و نوشک به بارگاه وارد شد. آنها برابر در آمدن به زانو افتاده سرخم ایستادند. مبارک گفت: شاهم، نوشک و خنجرطلا دین از خوف برگشتند. متاسفانه خبر خوش ندارند. گپ زنند. اجازه داد شاه. خنجرطلا سله به گردن آویخت و گفت: شاهم،
الها دشمنت خوار و ذلیل گردد، از یک قطره خونمان گذر. اما باید بگوییم که خوفیان روسیا مال و حالتان را همگی به باد فنا دادند. چی خیر؟ بی‌صبرانه پرسید یوسف علی خان. مجبورم بگویم که از تمام امانت به آنها داده همگی یک گوسفند و یک بز مانده است و خلاص. اون دیگر کجا شد؟ مرد. زبان خنجر طلا از ترس پیچید. چی خیر مرد؟ غمار زد چی؟ ناشک دید که زبان همراهش نمی‌گشاید، دست بر سر زد و جواب داد. خوفیان اسب‌ها را در کندک‌ها انداخته آب سر دادند، اسب‌ها یخ کردند. باش. یوسف علی خان از غضب دست به غلاف خنجر برد. ای بددهن، تو چی گفته ایستاده ای؟ ناشک گردن درون کتفان کشید و از زبان ماند. حضور سید فرخ شاه مجبور کرد که شاه خود را به دست گیرد. باشه ها را به هوا سر دادند و چون دید که هر دو خاموشند داد زد. گپ زنید مرداران لاشخوار. خنجر طلا باقی مانده جرأتش را جمع آورد و زبانش را به کار انداخت. نه، سر ندادند، در تگ تخت سنگ ها چلپک کردند. چلپک؟ چخیل چلپک؟ پرهای باشه ها را به دو طرف یازانده به بالایشان سنگ خوابانده کشتند. 40 اسب و 40 باشه را خون به سر یوسف علی خان زد. نوکران به علامت تصدیق سر جنبانده منتظر ضربه خنجر پیشانی بر فرش نهادند. به چشم خود دیدید یا فریبتان دادند؟ خودمان دیدید. بز و گوسفندان چی؟ یا آنها را هم آب سر دادند؟ گپ زنید مخاوهای پلید. کشته خوردند. زبانخوایان جواب داد ناشد. همین خیل گفتند. علاوه کرد خنجر طلا. از کجا میدانید که یک سری بز و گوسفند باقی ماندند و خلاص؟ به من یک سر بز داده گفتند که همین مانده است، ببر. گفت خنجر طلا. به من یک گوسفند دادند که همین مانده است و به قلعه‌اش برسان. گریه آلود صدا برآورد ناشک. یوسف علی خان به علنگه آتش تبدیل یافت و به سر نوکران آمد، ولی به خاطر مهمان عالی قدر در لحظه آخر از لگدمال کردنشان دست نگاه داشت. این را هم البته نمیدانید کی به آنها چنین دستور داده است. دندان ساوید و میدانیم لرزیده و ترسیده آواز در دادند آن سیاه طالعان. کی بوده است آن بهترمالی از جان گذشته؟ کی؟ از شنیدن این نام عجیب در لبان سید فرخ شاه و مبارک به اختیار تبسم دوید. همان دراز احمق بیسایه؟ باور نکرد شاه. خودش گفت با صدای شکسته خنجر طلا. خوفیان دوزخی همه‌شان به فرمان وی بودند. وی به شما چی گفت؟ خنجر طلا به ناشک نگاه کرد که یعنی نوبت سخن از توست. ناشک که زیر تهدید خنجر طلا سخنان کیکی را چندین مراتبه به خاطر آورده و تکرار کرده بود، با چشمان پر از وهم امدادخواهانه به شاه رو آورد. شاهم گپ کیکی را عیناً بگویم؟ گوشم به توست. کیکی گفت آیا شاه امر نداد که اسبان را جوراز کنیم؟ داد. ما به قد 40 اسب چاه کندیم، در پیششان جو گذاشتیم، به چاه آب سر دادیم که تشنه نشوند. اسبان شدند جوراز. آیا شاه امر نداد که 40 باشه را هدف راز کنیم؟ داد. ما باشه ها را پرکشادیم، به بالایشان تخت سنگ گذاشتیم، رو برویشان کپکان خوشنوا را در قفس ها آویختیم، باشه ها شدند هدف راز. معذورمان دارید اگر منقارهای کجشان راست نشدند. آیا خود شاه امر نداد که یک بز و یک گوسفندش را تلف ندهیم؟ داد. از 10 گوسفند 9 از 10 بز 9 را خلق نازنین خوف کشت و خورد. همگی یک بز و یک گوسفند باقی ماند، یعنی یک بز و یک گوسفند را تلف ندادیم. ما هم ننگ و ناموس داریم، به کدام رو فرمان شاه همان را اجرا نکنیم؟ سید فرخ شاه خنده خود را نگاه داشتن نتوانست. شاه راضی بود که این لحظه زمین بکفد و چنین بار گران خجالت و شرمندگی را با خود به گور تاریک ببرد. سید، این خوفیان از عقل تماما بیگانه شدند مگر؟ اگر این گپ راست باشد هر یکش را چنان جزای دهم که از خوفی زاده شدنش در 2 عالم پشیمان گردد.
و به نوکران رو آورد: حالا هر دویتان نصف شوید که قهر آن بی‌ترمالی ها را به سرتان نریزم، لیکن دور نروید، گپمان تمام نشده است. نوکران جانب در شتافتند. مبارک از پسشان در را پوشید. آوازه مسخره شدن یوسف علی خان از جانب مردم دره خوف در مدت 1 هفته در تمام شغلان پهن گشت و تا نیمه ماه حمل به بدخشان و درواز و وخان نیز رسید. یوسف علی خان پس از پرسپاس دقیق خنجر طلا و ناشک خلاصه برآورد که خوفیان به یراق و به شور و مغل بر ضد او عصیان کردند. اما گپ تنها در عصیان آنها نبود. عصیانگران را به بدترین شیوه جزا داده دل خود را ترک کردن ممکن، اما 40 اسب یکتاز را که در جنگ با بدخشان باید در صف پیش محاربه ها می بودند یگان معجزه برقرار کردن نمی توانست. بوشه های زیبا و دانا چی هر یکش به صد خوفی نابکار می ارزید. بی‌ترمالی ها تخم بهترین پرندگان شکاری دربار را شکستند. شاه توقع داشت که تیر ماه آینده به جای 200 سر بز و گوسفند از خوفیان 400 سر طلب بکند و محصولاتشان را هم به گردنشان خراج می اندازد. اگر جنگ طول کشد باید یک قسم آذوقه لشکر از همان حساب تامین می گشت. اما توف بروی زشت هر یکشان این برگشته بختان مالش را غدر و هدر کردند. گیرد که به زور و تعدی تمام اهالی خوف را بجفت هم این قدر گاو و مال گرفته نمی تواند. آه این خوفیان چه مخلوقند که بار دویم یوسف علی خان را به نازکترین شیوه می فریبند و به اسباب خنده‌خریش مردم عالم تبدیل می دهند. اکنون نوبت عمل از اوست. از اعیان و اکابر تا دهقان و درویش منتظرند که یوسف علی خان به خوفیان چه جزای روا می بیند. آره لحظه حل کننده همین است. اکنون کیکی غیرزاد مرد باشد و طوفان غضب فرمای یکه و مقتدر شغلان زمین را از سر همتبارانش بگرداند. وقت نشان دادن ننگ و ناموس شاهانه رسید، اما جزا هم باید شاهانه باشد. چنان جزایی که 70 پشت آینده خلق این دره از یاد کردنش بترسد. اگر یاد کند مغز استخوانش بسوزد. شاه جزای اندیشیده‌اش را به تأخیر گذاشتن نخواست و به منظرشاه قاصد فرستاد که بیدرنگ سرکردگان عصیان خوف را همراه کیکی به بحر پنجه رساند. منظرشاه از قضیه زود آگاه گشته بود. یک روز بعد گسیل نوکران آقسخال پستخوف واقعه را نریزانده و نچکانده برایش گزارش داد. وی چنین رفتار زشت را از خوفیان تماما چشمدار نبود. 70 روز تمام تا بسته شدن راه مردم روشان تحت نظارت خودش برای سبک کردن احوالشان آنقدر یاریانه جمع آورده فرستادند که به زمستان دیگر هم می رسید. ولی ببین آنها به این یاری و برادری چی جواب دادند. نه تنها به سر خود بلا آوردند بلکه منظرشاه را هم در پیش یوسف علی خان سرخم و خجل ساختند. به این سبب تا شنیدن پیغام شاه خودش هم بسیار می‌خواست تشبثکاران عصیان گوش ناشنید را با چشم خود بیند و پا بر حلقشان گذارد. اکنون درک نمود که خوفیان نه فقط یوسف علی خان را بلکه خود او را هم با کمال مهارت فریب دادند. محمد قاسم خوش زبان را به نزدش فرستادند و وادارش نمودند که توسط کمک رساندن به آنها او را هم غایبانه به عصیان خود شریک سازند. آره یوسف علی خان اقدام خیرخواهانه و بی‌غرضانه اش را به اهل خوف محض به همین معنی می‌فهمد. این که مریدان باوری یوسف علی خان را به من سخت کاستند. با تأسف قضیه را برای خود خلاصه کرد منظرشاه و در پی چاره‌جویی افتاد. اول 20 نفر نوکر صادق خود را برای دستگیر و به شغنان فرستادن سرکردگان حادثه به خوف روان کرد.
سپس با شاهان دانا و با اعتماد به مشورت و مصلحت نشست. منصبداران اکثر بر آن بودند که چون کار خوفیان جلدباز به دست خود پادشاه افتاده است، بگذار به هر طریقی که خواهد جزایشان بدهد. اما قاضی رحم خدای رحمدل اندیشه دیگر را به محاکمه گذاشت. همه ما شبهه نداریم که شاه از فرط غضب و غرور بدون تفتیش و تدقیق خوفیان را به دست جلاد می سپارد. اما در قضاوت اول پرسش بعد کوشش گفتند. آدم گوسفند نیست که دل ما خواست سرش را بریدیم و خونش را برای خود حلال دانستیم. برای هر یک جانی که حق تعالی به انسان عطا کرده است و ما آن را میگیریم، در روز قیامت جواب دادن لازم می آید. سخن قاضی مصلحت قریب پخته حاضران را لطمه زد، حتی به اندازه دماغشان را سوزاند. نخست آقسخال وامر زرین برآشفت: دامالله، رحم و انصاف هم حد و حدود داشتگی است. شاه آنها را به قتل حکم کند، در قیامت هم خودش جواب می دادگی است. بغیر از آوردن مردهشان کار دیگری از ما نمی برآید. خطا میکنی زرین. لحن آرام و نیمشنوای قاضی سخنش را وزن و تأثیر دیگری می بخشید. حالا که من و تو بر سر تقدیر خوفیان مشورت داریم، در سفنسفا برای قرار برآورده امان ما را هم می پرسند: مگر خوفیان تبعه روشان نیستند؟ آیا از انصاف و عدالت است اگر تخمشان را بشکنیم؟ چی؟ آنها که بیادبی کردند ما هم باید پا به پای آنها گذاریم؟ ادب را بزرگان از بیادبان آموختند. 1000 چارپا به جان یک کودک گهواره نمی ارزد، چه رسد به مردان یکچین. میدانم یوسف علی خان حالا تشنه خون آنهاست، اما عاقبتش را هم فکر کردن لازم. قتل انسان به یگان آدم آبرو نآورده است که به ما بیارد، خاصه به منظرشاه که در بین رعیت اینقدر حرمت و اعتبار کسب کرده است. انجام گفتار 31. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدالله جان محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.